ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف. قسم 3، گفتاری 53. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. قاری نعمت در گذری خواجه اسبگردان بخارا در بین لب حوض دسترخوانچی و مدرسه مادری خان حملی داشت و بر بالای رهروی حملیش یک بالاخانه‌چه بنا یافته بود که آن مهمانخانه به شمار می رفت. نظر به قول قاری نعمت، قاضی عبدالواحد صدری سریر در وقتهای قاضی غژدوان بودنش با عادت مقرری هر سری ماه به بخارا به رکاب امیر می آمد. از بس که روی راست با احمد مخدوم صحبت کردن او ممکن نبود، آنها مخفیانه به همین حولی آمده در همین بالاخانه صحبت می کردند. عیسی مخدومی عیسی ذکرش در قسم اول یادداشت‌ها و در صحیفه های 414 428 نمونه ادبیات تاجیک درج شده است، هم که خانه‌نشین بود در آن صحبت ها اشتراک می نمود. یک قسم آن صحبت ها با بزم موسیقی می گذشت که در آن بزم سریر به نواختن لعلیچه اصول نگاه می داشت. احمد مخدوم تندور می نواخت و عیسی سرود می خواند. شعرهای هجوی احمد مخدوم. معلوم است که اثرهای مهم احمد مخدوم دانش تا حال چاپ نشده باشند، هم بیشترین آنها در کتابخانه‌های دوشنبه و تاشکند موجودند. تحقیقاتچیان مطالعه کردند و مطالعه کرده می توانند، اما بعضی پارچه‌های شعریش که در زمان ما از آداب بیرون به شمار می روند در جای نوشته نشدند. اما از بس که آن گونه شعرها در زمان دانش تنقیدی تند و تیز بودند، بعضی از آنها را در اینجا نقل نمودن مناسب دیده شد. در دربار بخارا عادت بود که معزولهای منصبی از عمل افتادگان در سفرهای امیر از دنبال او می رفتند که آنها را استقامتچیان یا استقامتیان می نامیدند. کدام معذوری که از دنبال امیر بی رخصتی مخصوصی او نرود گناهگاری عظیم به شمار می رفت و تا کشته شدن جزا دیدنش ممکن بود. باری امیر مظفر به نیت سفر قرشی از شهر بخارا برآمده در چه طریق نام موضعی که در دامن چور قرشی است قریب 70 روز ماند. احوال استقامتچیان که احمد مخدوم هم از جمله آنها بود بسیار تنگ شد. در روزهای زمستان در زیر برف و باران در درون یک چادری کرباسین مدتی دراز ماندن خود را به کشتن دادن بود. استقامتچیان
در یک عریضه مشترک سختی احوال خود را به امیر نوشته از وی رخصت پرسیدند که به بخارا به خانه هاشان روند. احمد مخدوم آن عریضه را خوانده گفت: با خواندن این عریضه این خانه خراب امیر ما را رخصت نمی دهد. احتمال این مغروران را خوب جزا دادم گویان شادی کند و باز هم زیادتر در این دشت مانده ما را به مردن رساند. او در پایان عریضه بیت زیرین را در بدیهه فوری گفته نوشت: تو را چی غصه ز غوغای استقامتیان، هجومی پشه چی آرد خلل به خایه فیل. امیر بعد از خواندن آن عریضه همه اشان را از رکابش پیش کرد که مطلب هم همین بود. ذکر احمد مخدوم و نمونه اثرهایش در صحیفه های 287 301 نمونه ادبیات تاجیک چاپی مسکو سال 1926 قید شده‌اند. اما اهمیت اجتماعی و ادبی اثرهای احمد مخدوم و تأثیر آنها به کشاده شدن فکری نسل نوی آن زمان در قسم 4 یادداشت‌ها خواهد آمد. خصلت‌های خصوصی شریف جان مخدوم. شریف جان مخدوم بی‌شبهه از جمله معارف پروران و ترقی خواهان زمان خود بود. شعر را بسیار خوب می‌فهمید و اقتدار شاعریش پست باشد هم شعر می‌گفت. خصوصیتی به نظر نمایان شریف جان مخدوم در اینجا بود که او قابلیت جوانان را زود معین کرده می‌توانست و قابلیت‌های بلند را بسیار خوب تقدیر می‌کرد و برای انکشاف قابلیت آن گونه جوانان با واسطه هایی که از دستش می آمد یاری می داد. با وجودی کلانزاده زمان فیادالی بودنش با آدم ها خاکسارانه معامله می کرد و به هیچ کس با نظری تحقیر نمی نگریست. با من میرزا عبدالواحد و میرزا بدیع آش می خورد. خصوصاً از من که لباسهای صحرایی در زیر خدمت چرکین شده و دریده داشتم هیچ نفرت نمی کرد. و حالان که او در زندگی و خصوصاً در طعام خوری و نگاه داشتنی چیزهای خوردنی همیشه تورهای سیمین سیاه می پوشاند که مگسی ننشیند و اگر به مهمان خانه مگسی درآید گویا که به آنجا گرگی در آمده باشد بیایتان مگس را برارتان گویان فریاد کرده ما را جیغ میزد. با همه این خصلت‌های خوب از بعضی خصلت‌های به خودش نامناسب خالی هم نبود. از بایهای شهر و صحراهای بخارا چندین نفر آشناهایش بودند که بعضی از آنها کوبکاری تاز، بعضی اشان مرغباز و بعضی اشان همه این گونه بازی ها را می کردنی بودند. وقتی که آنها به پیشش آیند همیشه سخن درباره مشغولات آنها می رفت و او هم مثل آن که یک نفری آنها باشد درباره بازی های آنها ذوق کنان گپ می زد. بعضن به تماشاهای کوبکاری اشتراک می کرد و اسب خود را می دواند. در شیرینکاری و شوخی های عوامانه هم گاها اشتراک می کرد و بعضن در خانه خود هم این گونه شوخی ها را تشکیل می کرد. خصلتی بسیار بدی شریف جان مخدوم در این بود که او خسیس بود. اما کسانی بیرونه این خصلت او را پی نمی بردند، چون که در ضیافت ها دسترخوانش خیلی با تکلف و پر از چیزهای خوردنی بود.
من حس می کردم که او این گونه دسترخوانداری را فقط برای نام خود را به ولعمتی ولی نعمتی شهرت دادن می کند که این هم یکی از عادتهای فئودالی است. احوال من در حولی شریف جان مخدوم. احوال من در حولی شریف جان مخدوم هم خوب بود و هم بد. خوب بود برای اینکه من در آنجا هفته 3 شب با اهل علم و ادبیات، با کسانی که دانشمند و آزاد فکری همان زمان به شمار می رفتند، با لطیفه گویان و سخنوران زمان که از شنیدن گپ‌های آنها خزینه دانش کس از لفظ و معنی پر می شد هم صحبت می شدند. خودی شریف جان مخدوم باشد در وقت تنها ماندنش دیوانهای کلاسیک ها و کتابهای حکایه را بسیار مطالعه می کرد و جاهای فوق العاده دلچسبی آنها را به من و میرزا عبدالواحد شرح داده به ذوق خود ما را هم شریک می نمود. بعضن کتابها را به ما خوانانده خطاهایمان را اصلاح می کرد و جاهای نفهمیدگی ما را ایضاح داده می فهماند. کتابخانه شریف جان مخدوم بهترین و بایترین کتابخانه های خصوصی شهر بخارا بود. در وی نادرترین کتاب ها را با خط خوب و خوانا و با کتابتی به زمان تألیف نزدیک و بعضاً با دستخط مؤلف یافتن ممکن بود. خودی این حال برای یک طلبه معنی جوی یک خزینه معلوماتی بی انتها بود. خصوصاً به شخصیت خدمتگار نرسیدن خوجین و با من بر این خدمتگار صحرایی نوازشکارانه معامله کردن او در زمانی که خوجینان دیگر به خدمتگاران خود بی دشنام و نفرین کوچگی یک دهن نان نمی دادند، دل مرا برده بود. در آنجا احوالم بد بود برای اینکه بسیاری خدمت، خصوصاً خدمت‌های وزنین، از فرصت و طاقت من زیاد بود. من روزانه برای درس خواندن و درس تیار کردن هیچ وقت نمی یافتم. بنابراین 3 درسی را که سالی پیش در وقتی در مدرسه میر عرب بودنم داشتم به یک درس فراوردم. از گذری 4 خراس تا مدرسه میر عرب که قریب 1 کیلومتر راه بود دوان رفته با خواصی پریشان در پیش ملا عبدالسلام یک درس از قافیه خوانده می آمدم و باز کتابم را به تاقچه مانده به خدمت مشغول می شدم. و حالان که مقصد اساسیم از استقامت بخارا و کشیدن دشواری ها درس خوانی بود. و بالای این شرایط پوشاک از حد زیاد بد بود. من با همان لباسهایم که از صحرا پوشیده آمده بودم خدمت می کردم. در زیر خدمت‌های سخت بسیار لباسهایم تماما از کار برآمدند. از 3 کرته لازمی 2 دریده 1 ماند. اگر کرته لازمی از حد زیاد چرکین شود در وقت نبودن خوجین، من به طرف اسبخانه گذشته در ستیل آب گرم کرده اول کرته را شسته گرفته خشکانده می پوشیدم. بعد از آن اگر فرصت باشد همان روز وگرنه کدام روز که فرصت شود لازمی را شسته خشکانده می گرفتم. یک جامعه پختناک غژدوانی میده لگنده داشتم که هم روپوشی و هم تک پوشی به شمار می رفت. این جامعه از زوری تراشکفانی، حملی روبی و باربرداری تماما دریده جغده شده و آستینهایش چنان دریده چرکین شد که خود از خود نفرت می کردم. اما خوجین نازک طبیعتی من که با مگس مبارزه اعلام کرده بود از جامعه من نفرت نمی کرد. نهایت می گفت که آستینهایت را تا آرنج برزن، دستانت را با صابون پاکیزه شوی و بیا با ما آش خور.
اما هیچ نباشد و من یک جامه آشخوری کرده نمی داد که در وقتی با خودش هم طبق شدنم پوشم. من هنوز بی‌مسیحی بودم و کفش سریپایی محلی آبگذرم کیها دریده رفته بود که پنجه های پایم از نوگش برآمده می ایستد. در وقتهای باران و برف و لایگری با وکیل خرج روزی چند بار به بازار با همان کفش می برآمدم که خریدهای او را برداشته بیارم. با اون کفش در کوچه های بی سنگ فرش و بی پیاده‌گردی بخارا راه رفتن بسیار دشوار بود. گاها یک پای آن کفش در لای بند شده از پایم جدا شده از خودم یک قدم پس میمان. گاها یک پایش در وقتی با شدت و تیزتر قدم پرتافتنم از پایم برآمده پریده از خودم چند قدم پیش می رفت. رفته رفته کار به جایی رسید که در کوچه های پرلای من کفشهایم را از پا کشیده به دست گرفته از دنبالی وکیلی خرج پا برهنه می دویدم. مگر این حال را وکیلی خرج به خوجین گفته است که روزی او به کفشم نظر دوخته ایستاده. کفشت از کار برآمده است، مگر کفش دیگر نداری که پوشی؟ گفت و به دهلیز در آمده کفش نیم داشتی سریپایی خود را از تاقچه گرفته به من داد. خوب، کفش دیگر نداشته باشی این را پوشیده گرد. اما او فکر نکرد که کفش آدمی 28 ساله به پای بچه 14 ساله راست می آید یا نی؟ البته من آن کفش را پوشیده نتوانستم و به اکم برده دادم. اکم کفش کهنه مرا به کهنه دوز یماق کننده داد و وعده کرد که اگر پول یابد و من یک کفش خریده می دهد و آن کفش را خودش پوشید. در این میان زنی خوجین زاید. در بخارا عادت این بود که اگر زنی کلانان زاید خدمتگارهایشان را به دوستانشان برای مژده‌رسانی می فرستادند. آن دوست به آن خدمتگار یگان چیز مژدگانی سیونچی می داد. خوجین مرا به تقای حاجی سلطان نام یک آشنایش برای مژده‌رسانی فرستاد. این حاجی سلطان یک بای شکستگی و بیکار شده مانده بود که خوراک هر روزه اش را از خانه آدمها به واسطه شیرینکاریش می‌خورد. او شیرینکاری عهده برا هم نبود. شیرینکاری وی عبارت از همین بود که به آواز مرغان و حیوانات درنده تقلید کرده صدا می برآورد و شیرینکاربازان با همین رودکنانه خندیده دلگشایی می کردند. خوجین من هم در وقتهایی که از مطالعه و مشاعره دلگیر شود خصلت فیادریش به حرکت آمده تقایی حاجی را کس مانده می آورد و به تقلیدهای او خوب خندیده شکمی او را با یگان چیز سیر کرده گسیل می کرد. من انا به همین کس خبری خوشی به خوجین پیدا شدنی مهمانی نو زایده شدنی فرزند را رساندم. در تن او همان وقت یک جامه ریسمانی روپوشی نیم داشت بود که آن را کشیده مژدگانی گویان به من داد. من آن جامه را آورده به خوجین تقدیم کردم اما او نگرفت. از آنی توست، خودت پوش گفت. اما یک جامه وسیع درازی برای یک آدمی کلان دوخته شده را پوشیدنی من ممکن نبود. این را هم برده به کم دادم. انا همین دو چیز بود مزد خدمتی من از شریف جان مخدوم بعد از دریدنی همه لباسهایم در خانه او و در زیر کاری او. بعدها فهمیدم که همه خدمتگاران در آنجا بی مزد و بی لباس کار می کردند. وکیل خرج میرزا بدی برای آن بی مزد کار می کرده است که خوجین بعد از ختم درسهایش که 1 سال مانده بود در جای قاضی شده پولی بسیار خواهد یافت.
اما حس کردن ممکن بود که در وقت خرید او کم کم هم باشد دزدیده مزد خدمتش را میبرد. این را من از همین حس می کردم که او در وقت خرید حسابها و نرخ چیزها را از من پنهان می کرد و در وقت حسابی با خوجین آنها تند و تیز می شدند. میرزا عبدالواحد مثل من بی پدر و مادر بوده است که یکی از قدردانهای پدرش به واسطه آشنا بودنش با شریف جان مخدوم او را آورده به خدمت این کس سپرده است تا که در کوچه ها سرسری گشته نابود شده نرود. در اینجا باشد به ضمن محافظه یافتنش از کوچه‌گردی یگان چیز هم خواهد آموخت. بنابراین او در بیرون به همان قدردانی پدرش یک درس خوانده آمده در خانه خوجین در وقت فراغتش از خدمت که کاری او خیلی سبک تنها خدمت درونی مهمان خانه بود به خط مشق کنی، به انشا نویسی و به مشق کردن وثیقه و مکتوب نویسی مشغولی میکرد تا که در وقت قاضی شدن خوجین به میرزاخانه او صاحب شود. لباسش را که خیلی آزاده و شهریانه بود از میراث پدرش میکرده است. برادر کلان سیس عبدالکریم با شریف جان مخدوم هم درس بوده است و به او به امیدی به واسطه شریف جان مخدوم 10 گرفتن و مکافات علمی صاحب شدن دادرش را به این خدمتی پست آورده مانده بوده است و لباس سیسانه او را که چندان قیمت نمی افتاد همان برادرش گرفته می داده است. تنها من بودم که در این خاندان به مزد و منت و به هیچ مقصد آینده تنها با مقصد شکم را سیر کرده به درسخوانی مشغول شدن کار می کردم. وقتی که بسیاری کار به درسخوانی مانی شد و بی لباس گشتن طاقت فرسا گردید من در فکر خلاص شدن از این درگاه افتادم، خصوصا بعد از آن که برادری سیس 10 مکافات علمی گرفت و بعد از حاصل شدن مقصدش برادرش را از خدمت سیسی گریزان. کاری من باز هم دشوارتر شد چون که من مجبور بودم به 2 اسب هم خودم نگاه بین کنم. من در فکر خلاص شدن از خدمت شریف جان مخدوم افتادم. در این خصوص با اکم مشورت کردم و از او پرسیدم که مرا در جای خدمتگار ماند که کارش کمتر باشد و از غیر خوراک پوشاک هم دهد. اکم در آن وقتها در مدرسه عالم جان که به حولی شریف جان مخدوم نزدیک بود با دادرم استقامت میکرد. در آن مدرسه از حجرداران آنجا میر صالح نام کسی بود که اکم شریک درس بوده به وی حجره را هم یافته داده بود. اکم از خصوصی من با او مشورت کرد. او وعده داد که مرا در همان مدرسه فراش رفت و روب کننده تعیین کند، لیکن 2 ماه دیگر صبر کردن در کار بود. حاضر در این مدرسه یک ملا بچه قشاق کولابی فراش است که بعد از 2 ماه به کولاب رفتن می خواهد. در آن وقت من می توانم که تو را به جای او گذرانم. من 2 ماه دیگر دندان به دندان مانده در حولی شریف جان مخدوم ایستادم و در وقتی معین کرده شده به مدرسه عالم جان فراش تعیین شده بی آنکه به صاحب خانه خبر داده از وی رخصت گیرم به کاری نو رفتم، چون که برای رخصت گرفتن دلیلی به خوجین معقول شونده نداشتم. اگر بسیاری کار و بی لباسی را سبب نشان دهم به او معقول نمی شد و از من می رنجید و حالان که من او را رنجاندن نمی خواستم، چون که هرچند من از وجه مادی از وی ناراضی باشم هم معنن او را حرمت می کردم و اولین تربیه‌گری معنوی خود می دانستم. بعد از به خدمت مدرسه عالم جان در آمدنم روزی از پیش دروازه شریف جان مخدوم می گذشتم. او در تگی در راست ایستاده بوده است. مرا دیده جیغ زد و پیشش رفتم. بی صبری کردی، از پیش ما رفتی. من برای تو لباس تیار کننده ایستاده بودم.
از نوگش یک یک ته جامه بی استر تیار شده بود. بیا گرفته بر پوش گفت و مرا به حولی در آورده از مهمان خانه یک یک ته چیت را برآورده به دستم داد. معلوم شد که دهن به دهن سبب گریختن مرا فهمیده بوده است. من به مدرسه آمده آن یک ته را پوشیده دیدم که از قدیما یک وجب دراز است. معلوم بود که وی برای من دوخته نشده تصادفاً از جای به دست خوجین افتاده بوده است. این بود حساب آخرینی من با خوجین در بدل خدمتی 8 ماهه. در مدرسه عالم جان. بینای مدرسه عالم جان به بینای عنعنوی مدرسه های بخارا هیچ مانندی نداشت و صاحب مدرسه هم آن بینا را در اول برای مدرسه نساخته بوده است. این بینا در اول حولی عالم جان نام یک بایی بوده است که او این را بعدتر به مدرسه گردانده است. در این مدرسه بالا پایین همگی 10 در حجره بود که آنها به واسطه دیوار کشیده به خانچه ها جدا کرده شدن خانه های نشست پیدا شدند. آشیانه یکم این مدرسه سنگین خشتی پختگی بوده، آشیانه دویمش چوبین بود. پیش یک ایوان پایانی را دیوار کشیده مسجد و پیش یک ایوان بالایی را دیوار کشیده درسخانه ساختند. بنابراین حجره های این مدرسه مانند کتک مرغان تنگ و تاریک و مسجد و درسخانه اش مانند یک دوتایی باریکی دراز بودند. خصوصا در حجره های پایین طرف شمالیش که پیش ایوان داشتند در روزی روشنی آفتابناک هم چیزی را دیدن و خواندن ممکن نبود. برادرم با دادرم در یکی از همین حجره های پایین زندگی می کردند و در روزهای در اینجا فراش تعیین شدنی من برادرم مثل پارساله باز به چوری کرکی برای معلمی رفت و من در جای او در همان حجره تنگ و تاریک با دادرم ماندم. این مدرسه در چارسوی شهر بخارا یک سرای وقف داشت که نام آن هم سرای عالم جان بود. از درآمد همین سرای به سهم فراش هر ماه 10 تنگه 150 تین می رسید که ما هر دو برابر با همین مبلغ زندگانی می کردیم. شما گفتار 53 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقولov، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.